آره دیگه. نه ما اونوریم. آره میدونم اونوریم راه بریم. اونورم راه پاییزی، آخرین پاییز، آخرین پاییز دیگه. میگفتید سلطان استارباکس ارزون تره تو کانادا. یه شورکه بندازم بگم میکنه 10 بر 1 2 ارزون تره. دوزیه 10 بر 1 2 میکنه کانادا ارزون تره. دقیقا حرفت به اندازه اون چرتکه دوزیه. واقعا حقیقته. این دوتا نیلوفر توی ولاگاش حقیقتای تلخ زندگی نشون نمیده که اینجا هم کشور بهتری هم قیمتاش متاسفانه ارزون تر از ترکیه است. ممنون که برامون گفتی حقایقو. استارباکس گرفتیم. بابا همه چی که به دوتا استارباکس نیست. هر چی میگم گوشت اینجا ارزون تره، کوالیتی گوشت اونجا بالاتره. خدای ریختم دوره انقدر کوالیتیش بد بود. همه چی تو کانادا بچه ارزون تره. سریعا زنگ بزنیم به وکیل مهاجرتیتون و اینا رو بهش بگیم. سرور کلا صبح بلند شده داره قیمت‌های کانادا و ترکیه رو با هم چیز میکنه. اومدیم اینجا، خیلی باحال بود، خیلی پاییزی بود. منم نسخ پاییز ونکوور بودم. بعد دیگه گفتم آخرین پاییزش رو برم یه راه برم زیرش. ما در دقیقه بیرون دماغ ما نه تو ما عشقشیم. گل انداختی دماغت قرمزه. 140 درجه میپزیم. ای بزنی بی وارم تیدی. بعد تو آب باشه اینی عشقم سرده دیگه. یعنی چی؟ اصلا عشق اومد از چشات از سرما. به تو چه؟ خودتو نگاه کن. تو چه؟ قرمز شدی. عشقم به بدنم اصلا سردم نشد. رنگیری بذاریم باید بچه‌هامون اینجا بزرگ کنیم یا ترکیه. همین الان توی چنل تلگرام اون کامنت دادم. کامنت بدین که زیاد شه. سلام. بعد 20 سال رپ خوندن تونستین بخونید. اوه ساین پشت تو. No smoking marijuana. Don't do it. خب بچه تشریف میاری. همینجور که میبینی خونه بسیار دلبازه. جدونه حیاط خلوت کار شده براتون. نورگیر هستش بسیار خونه. همینجور که میبینی خونه در سمت جنوبی قرار داره. رو به جنوب هستش. و واسه همین آفتابگیره. نمیدونم ولی فکر کنم همینجوری باشه. ویو رو نمیخوای بگی؟ ویو رو نمیگی که ریا نشه؟ گستاون کدوم ور میشه؟ که یه دونه چیز داره، ساعت داره که ازش بخار میاد. دیگه چی داری؟ اینجا خیلی بچه به کاره. یه بالکن جداه ولی بسته است. ورزشگاه هم گرفتیم. ما با برنامه گذارمون این داریم. انشالله بچه دار که بشیم برنامه گذار انجا میره بچه هم میاد. غلط کردی. این اتاق برنامه گذاره. نگاه خدایی چه بیوی داره. خب دیگه چی دارید برامون؟ اینم دستشویشه. اتاق خودمونه به دلیل امنیتی زیاد نشون نداره. ولی خدمت شد کازینو مهمتر از همین بغل اوبی و کره زمین رو بگی. کره زمین چیه؟ این؟ زوم کن روش. اوه چقدر خوشگله اینم خدایا ما یزید اینجا رو ول کردی داری آنتالیا زندگی میکنی. دیوونه شدیم شما. تموم شد هستور. نه دیگه پس چی کجا؟ اینجا کلازیت کوچولویه و دستشویی ما. آقا صفه تو که میگفتی قیمت ها خوبه چی شد؟ گرم شما؟ دنبال کلاس پیلاتس بودم. آخ نگم برام. کلاسی $140. 6 تا کلاسش $800. یک ماهی که من میرم تو ترکیه $100 $1300. الان بچه ترکیه نمیشن گرون میکنن.
پیلاتس بیا اینم از قیمت ها قیمت- برای من کافیه صبحش رو در نظر پیلاتس میگیره. من بسته برشکست خرید میکنم بیام اینجا بسته پیلاتس. خرید مصرف کننده پیلاتس که حساب نمیشه. همین فیلان چرا خیلی حساب میشه؟ چیکار می‌کنی؟ 140 یوسو همش این وریا. میگه 140 صده در حقیقت. اینجا دلارش نگاه کنید. اوکی 100 جلسه 100 اونجا چند میدی یه جلسه؟ من 12 تا جلسه 100 میدم. کم میدی. پول استهلاک دستگارم نمیدی بیمارت. اینطور که بوش میاد پیلاتس کنسله دیگه. ولی کلا داشتم سرچ میکردم ببینم چطوریه، چه نوع پیلاتزایی داره. استودیو رو داشتم یکم سرچ میکردم و اینا. همشون خیلی پیلاتزای گروهی هن و من یکم اونجا فکر کنم لوس بار اومدم، چون مثلا کلاس اون 3 نفره است، خیلی حالت خصوصی داره. بعد اینکه آره هرچی بهش فکر میکنم برام خیلی غریبه برم جایی که هیچکی نمیشناسم و اینا بخوام کلا پیلاتس انجام بدم. فکر کنم باید یا با نگین یا با سمینه جان آنلاین کار کنم ببینیم چی میشه. برنامه گذار میدونه نمیان طرفم با من. ما آرتیستمون انقدر خاکیه. وقتی دیده سالن میکنم هر سالی $. فعلا ریال سالن. نگاه کن چه ویوی داره برنامه گذار. سپر میگه این ساعت تکون میخوره ولی این تکون نمیخوره. ببین ساعت چرا باز 12 الان؟ ساعت وایستا. ساعت یه ساعت تکون دیگه نمیخوره. یک شده یا 12. غذا رو ببادم از اوبر ایت چون واقعا سردم نمیتونم برم بیرون. بعد اینکه اوبر ایت خب خیلی دیستنس های دورتر هم میشه غذای خوب نگرفت. چیپس برای من نیست. اوه چقدر گواک. That's a good guac. از اینا خدای غذاهای ونکوور به نظرم بهتر از غذاهای چیزه تورنتوه. دیشبم غذامون خوب بود. نگاه کن آخه اینا دوزیه گوشت تورنتو گوشت ونکوور بهتره از تورنتو. ببین نگاه خدای دلت میخواد بخوری. برای سفر کلا شیر قراره بکنیم ولی از این 4 تا تاکو گوشتای مختلف. الان نوبتی هم باشه نوبت اینه. یه گاز دوزیه یه دونه میزنم. اون خریدی که توی تورنتو کردم خیلی هاش استفاده نکردم و تصمیم گرفتم امروز که میخوام برم خرید یه ذره سمارت تر به سیچویشن خرید کنم، چون که فکر نمی کنم پروتئین و اینجور چیزامو تو خونه درست کنم، ولی مثلا میخوام صبحانه و چه میدونم سیب و کره بادام زمینی و آب و اینجور چیزا داشته باشم که حداقل مورنینگ روتینم رو درست استارت کنم و حالا واسه نهار و شام و اینا مثلا از بیرون که غذا میگیریم سعی میکنم غذایی بگیرم که حالا پروتئینش بیشتر باشه، وجی داشته باشه و از این صحبت ها، چون واقعا اونایی که توی تورنتو گرفتم اصلا وقت نمیشد که بخوام غذا درست کنم، اونم حالا به سبک خودم و واسه خودم. به خاطر همین این دفعه باید یه ذره سمارت تر خرید کنم. بریم یه خرید ریز داشته باشیم. حالا قشنگی های ونکوور رو ببینیم. اول باید هیستینگ رد شی تا بعد بتونی اینا رو ببینی.
آبهای سپرجان هستن. یکی بدتر. آخه چرا برای این آبی باشه؟ اینو من انتخاب کردم. و انتخاب‌های دیگر انتخاب‌های من. خدایی من خیلی انتخاباتم بهتره. آکاوادو من تصمیم گرفتم واسه سنکم یه سیب و کره بادام زمینی بزنم و گفتم بیاید این کره بادام زمینی جدید رو با شما تستش کنم. 100% کره بادام زمینیه و من مدل نرمش رو گرفتم، یعنی سمودش رو گرفتم به جای کرانچیش. ولی نمیدونم با وجودی که واقعیه 100% پیناته خیلی روش روغنه. بذارید بهتون نشون بدم چون اینو کج نمیتونم بگم. نگاه چقدر روغنه. بذار روغنش رو بریزم بره ببینیم چطوریه. خواب بودم خسته، سیبیلا گشنشون بود. اومدیم کاکتوس کلاب کول هاربر. کریسمس مارکت هم هست. یه بار به حالا بیم. یه خلوصه. ونکوور چه زنده شده. از این خبرها نبود. شام میخوریم بکنم یه 20 دقیقه می‌خواد تمام. چی بهش میگی تو کانادا؟ سیزر. تو آمریکا چی میگن؟ بلادی مری. من فیش تاکو گرفتم، سپر چیکن گرفت. اوه that looks good. تو که همه جا برگر میگیری. من دارم سعی میکنم برگردم به روتین زندگی و امروز مدیتیشنم انجام دادم، آب لیمو رو خوردم، الان میخوام صبحانه بخورم و اینکه تا جایی که بشه روتین رو نگه دارم. سخت‌ترینش شامه به خدا، هنوز که هنوزه شام واقعا سخته. دیروزم دیگه خریدامو کردم، آماده واسه روز جدید. این هم از صبحانه امروز من. برم غذام صبحانه‌مو بزنم، خواستم برم خرید، برمیگردم. سلام. تمیز شده مرسی. کار نکرد. کار نکرد که همش در حال نوشتن ورسی. رینکوور. هوا یعنی از صبح همین رنگی بوده تا الان. یعنی انقدر همش اینجا باید جاکت های گنده بپوشم، اصلا حس لاغری ندارم. و اینکه آماده شدم که بریم خرید کنیم یه ذره، مثل همیشه من سبر لباس نداریم برای فردا کنسرت دیگه، بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. یعنی نصف همه ولاگام ما ستا تو آسانسوریم. منو دیگه به فرزندی قبول کنین دیگه، جدی دیگه من همش رو شما دوتا. نو تانکس. ما که بچه آمادا نیستی. تازه برای تو کنسرت های سولدات هم میندازم. یا آروم باش دوستی. نظرت هنوز مثل دیروزه؟ خیلی شاخه.
خوراک غمه، تکس غم. اصلا رنگ روز عوض نشده از صبح. ارایف کرد آقا رضا. آقا رضا دیگه سیکیوریتی دم مغازه گذاشتن. سپرم رفت یه چیزی پروف کنه ببینیم خوبه یا نه. زیرش یه تیشرت بپوش که اگه گرمت شد درش بیاری. ولی خوشگل وای میسته. آره فیتش خیلی باحاله. دنبال کفشیم واسه سفر. این چیه؟ این آخه به چه درده اجرا میخوره؟ حتی بلند من نگفتی میشه. نه این خوب نیست. بسا ببینم چیا داره. او یه امیری بکشون. چرا؟ شرفه. حتی من بلند کنم. Caught on camera. صبح بخیر. الان دیگه ظهره. داریم میریم اکبر جوجه بزنیم و اینکه من بعدش برم خرید و سپرم بریم ساوند چک. امشب کنسرت میبینیم تو. برای تو میریزم اینو. چرا این سایز؟ با بچه ها کف لانزل داریم میریم سمت مشتی. وای اینجا رو ببین. سم، شیرموز، شیرپسته، فالوده. اوف آفوگاتو هم داره. بابا چی گرفتی؟ شیرپسته؟ خیلی خوبه که نمیشناسیم. اینم از فالوده بستنی من. باید دارم شیر میکنم. Barber in the house. غزلیکس وردگر. ببینم تو رو اصلا غزل فیده. انگاه به زور نشوندیش. آره تمومش کن غزل. غزلیکس ببینه بودو پایین کفشاتو نگاه کن. من I love you. I love you too. عینکی که به خودمون گیفت داده شده رو دارم گیفت میدم. من خیلی سیکه نه؟ عاشق این عینکم. اوه میراس.
اوه خیلی بهتر میاد این سگ. نایس. Let's do this. بو بریم. Cheers. Cheers. سپی خاورس.
ببینا خیلی بد گنگ 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 Merci.